دادگاه در جنوب تاجیکستان یک روزنامه‌نگار را در اوباشی گناهکار کرد. دادگاه ناحیه خوالینگ مولوده نظرова سردبیر نشریه حقیقت خوالینگ را بر اساس شکایت رئیس بخش زنان این ناحیه نزدیک 30,000 سامانی جریمه بست. دادگاه روز 18 آگوست با حکم خود سردبیر 42 ساله را بر اساس ماده 237 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی اوباشی گناهکار دانست. این بند که دغلانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی و یا به احترامی را در نظر دارد، جریمه به اندازه از 500 تا 1000 برای حسابها و تا 2 سال جزا را پیش بینی میکند. مولوده نظرova سردبیر نشریه حقیقت خوالینگ روز 23 آگوست بر رادیو آزادی گفت که از حکم دادگاه راضی نیست و از بالای آن شکایت خواهد کرد. او گفت روز 15 می هنگام تجلیل روز عائله در تالار قصر فرهنگ وقت مشغول کار خبرنگاری بود، مورد حمله لفظی رئیس بخش زنان حکومت خوالینگ قرار گرفت و گفت در یک معرکه ایدانه همراه با همکارش مشغول ثبت بود. گفتم ما وظیفمون الان صورتگیری 10 صورت میگیریم بعد یک صورت میزنیم. وظیفه ما صورتگیری مواد روی چوب رو وردن تنقیطی و تعریفی وظیفمون نه. همین گفتن در تفلیل فرمیتا تفلیش آیپوش بدن میکنه فرمیتا در سر این میزنه در کتیفی ما گفتم چی بود که بچه‌ام تفلیش صورت گرفتن. مولوده نظرova گفت که هر دو در زنازنی زخم برداشتند و او وقت میخواست به دادگاه مراجعت کند رئیس ناحیه مانع شد. گلجهان سفرova رئیس بخش زنان روز 23 آگوست نخواست در این باره بر رادیو آزادی صحبت کند، ولی در یک صحبت قبلی گفته بود که سردبیر نشریه ناحیوی در نزد عامه او را تحقیر کرده است. او گفت ده ها شاهد دارد که گناهکار بودن سردبیر را در دادگاه شاهدی میدهند. اما گلبرگ احرارزاده معاون رئیس حکومت ناحیه خوالینگ روز 23 آگوست بر رادیو آزادی گفت که نشریه ناحیه و بخش زنان زیر سرپرستی او فعالیت میکنند و به نوع این دو نفر زیر دست او محسوب میشوند. او گفت از اول تلاش کردند تا این دو نفر را به هم آشتی دهند ولی آنها به گپش گوش ندادند. یک دیگر تو ببخشید خیلی میدونم که او هر دوش چی فکر کردن که نفهمیدم دیگه کوشش کردم همه چورا میاد دوی نبزیه هستیم قطیشان آدم سر نسترین قطعی میشه مثال گیزاله میشه چی میشه باید رو بر فروتن باشه فرو برامید. بحثی سردبیر نشریه حقیقت خوالینگ با رئیس بخش زنان 3 ماه ادامه کرد. هر دو نسبت همدیگر با یک اتهام به دادگاه مراجعت کردند. هنوز دادگاه عرض سردبیر را قانع نکرده است ولی روز آخر هفته گذشته شکایت رئیس بخش زنان را به منفیت او حل کرد. حقیقت خوالینگ نشریه حکومت ناحیه خوالینگ بوده هفته یک مرتبه نشر می شود. مولوده نظرova 2 سال باز سردبیر این نشریه را برداشت دارد. ناظران میگویند بحث میان ژورنالیستان محلی و نمایندگان حکومتگاه ها رخ میدهد، ولی این بار اول است که یک سردبیر و یک نماینده حکومت و هر دو زن همدیگر را لط و کوب کردند. این چنین در دادگاه تاجیکستان تا حال نشده است که یک ژورنالیست را برای اوباشی گناهکار اعلام کنند. با اطلاع انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان به دلیل افزایش موارد خودسانسوری، احتیاطکاری و مطرح نکردن مسائل داغ جامعیت در نشریه‌های مستقل، تعداد قضیه‌های دادگاهی در قبال نشریه‌ها و خبرنگاران به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. نوریدین قرچیبایف رئیس این سازمان گفت اگر در سالهای 2010-2012 قضیه‌های دادگاهی نسبت نشریه‌ها و خبرنگاران مستقل تا 15 عدد بود، در سال گذشته این رقم تا 3 عدد کاهش یافته است.